من اینجا به عنوان منفرد یا به عنوان یه سلبریتی صحبت نمی کنم. اینجا نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران رو دارم و از طرف حزب دموکرات کردستان ایران سعی می کنم سیاست ها و اصولا نقشه سیاسی خودمون رو در رابطه با روند چگونگی آلترناتیو سازی علیه جمهوری اسلامی روش تأکید بکنم. امیدوارم اگه احتیاج داشته باشند چند دقیقه دوستان مراعات بکنند. گفتگو در مورد چگونگی آلترناتیو سازی به لحاظ زمانی زیاد طول کشید. این خیزش عمومی در داخل ایران که از کردستان شروع شد و در بلوچستان به نقطه اوج خودش رسید و این هماهنگی و همبستگی که بین طیف‌های مختلف مردم ایران وجود داشت، میتونم اینجا بگم اونا بهای بسیار زیادی دادن. فاز اول این مبارزه در داخل ایران نظام رو به چالش کشید و این فاز طبیعتاً پیغام‌هایی هم داشت. در داخل ایران هماهنگی بین ملیت‌های مختلف و مردمان ایران طوری بود خیابان ایران برای اولین دفعه نوع همبستگی رو به خودش دید. در داخل ایران از تمرکزگرایی و تمامیت ارضی و تجزیه طلبی صحبتی نبود. من آرزو داشتم به تبعیت از واقعیات این جنبش در داخل ایران، اصولاً در سطح اپوزیسیون در خارج از کشور، چه به شیوه گروهی و حزبی چه به شیوه منفردی، دقیقاً این روند بهتر مدیریت می شد. این جنبش در کردستان که دقیقاً هدف اصلی جمهوری اسلامی در ادامه خودش بود، یکی از اهدافش این بود که منطقه کردستان رو به خشونت بکشه و جواب این مبارزه بسیار مدنی و صلح‌آمیز و این همبستگی بسیار وسیع که بین مردم وجود داشت این را هم به خشونت بکشه. نتیجهش این شد رهبری حزب دموکرات کردستان ایران و بقیه احزاب کردی و موشک باران کرد. در کردستان تعامل جمهوری اسلامی و در بلوچستان با مردم همون تعاملی نبود که در کلان شهرهای ایران وجود داشت. بنابراین چگونگی تبعیض و نوع برخورد نظام متمرکز و استبداد دینی در تهران کاملا تداعی همین شیوه هایی میکرد که ما در گذشته هم تجربه کرده ایم. خوشبختانه در کردستان ما یک تجربه طولانی در چگونگی سازماندهی و کار حزبی در مبارزه خودمون علیه جمهوری اسلامی داریم و این کار حزبی و وجود حزبی بود که تونست جنبش کردستان رو در عرض 40 سال گذشته در مقابل نظام جمهوری اسلامی زنده نگه بداره. ما تأمل بمباران و موشکباران رو کردیم، رهبران ما ترور شدند، ولی با وجود این سازماندهی مردم کردستان بود که پیش بود. نقطه‌ای که اینجا میخوام روش تأکید بکنم، در روند آلترناتیو سازی یا در روند بدیل سازی ما دنبال این هستیم که چطور مخاطبین اینجا احزاب و سازمان‌های سیاسی هستند. ما هیچ مخالفتی با سلبریتی ها، فعالین سیاسی به شیوه منفرد نداریم، ولی ما معتقد نیستیم که اداره ایران از طریق سلبریتی ها و شخصیت های منفرد عملی میشه. تجربه ما در کردستان اینو میگه که سازماندهی مبنای چگونگی درست کردن ایران آینده خواهد بود. انقلاب آسون تره چون علتش این مردم عصبانی هستند، ولی درست کردن یه جامعه بعد از انقلاب کار اصلی ما هست. در سال 57 هم انقلاب شد، همه ما علیه نظام سلطنتی بودیم، ولی بعد که ایران درست شد دوباره دیدیم که چگونه اونایی که انقلاب کردن بقیه را به حاشیه کشیدن. برای اینکه این تجربه دوباره در ایران تبدیل به امر واقع نشه، از همین حالا ما بایستی در چگونگی اداره آینده ایران روش صحبت بکنیم. ما معتقد نیستیم به عنوان حزب دموکرات کردستان تمام این مسائل رو به آینده بسپاریم، بگیم که صندوق‌های رای تعیین تکلیف می‌کنن. متاسفانه هنوز در خاورمیانه و کشورهای اسلامی صحبت کردن از دموکراسی و مؤسسات مدنی اینقدر تجربه نشده که با آسانی ما بتونیم این فاز رو بدون مشکلات ازش بگذاریم. سیاست ما در این رابطه چیه؟ آلترناتیو سازی بایستی تابع از واقعیت جامعه ایران باشه.
ما معتقد هستیم ایران یک کشور چند ملیتی هست و ما معتقد هستیم که ملیت‌های مختلف بایستی با هم به توافقی برسن. موقعی که از ملیت‌های مختلف من صحبت می‌کنم نبایستی الزاماً توجه معطوف بشه به کردها و بلوچ‌ها و عرب‌ها و آذری‌ها. از نظر من فارس‌ها هم جزء از این کشور چند ملیتی هستند و ما معتقد هستیم اداره آینده ایران بدون شرکت بسیار فعال فارس به عنوان یک ملت عملی نخواهد شد. بنابراین امیدوارم که کنگره ملیت‌ها تعیین پیدا بکنه و بر اساس این ما بتونیم یه توافقی در مورد آینده داشته باشیم. در رابطه با الटरनेटिव های کتاب‌ها روش صحبت شده. ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران دو سیستم رو تجربه کردیم. یکیش سیستم پادشاهی و سلطنتی و بعداً سیستم استبداد دینی جمهوری اسلامی. ما مطلقاً با این دو سیستم موافق نیستیم. هر دو سیستم رو مردود می‌کنیم. ولی ما معتقد هستیم طرفداران جریان‌های مختلف در داخل ایران وجود دارند. ما معتقد هستیم که جمهوری خواهی میتونه یه الटरनेटिव مناسبی باشه. این جمهوری خواهی بر اساس اینکه ایران یک کشور چند ملیتی هست، در ایران جدایی دین از دولت، توجه به دموکراسی، تقسیم قدرت، عدم تمرکز در ایران میتونه مبنای خوبی برای بازسازی آینده ایران باشه. در رابطه با کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران میخوام اینجا دوستان اینو تأکید بکنم، حزب دموکرات کردستان ایران هیچ وقت در رابطه با بازسازی ایران و اداره ایران بی توجه نبوده. ما بهای سنگینی رو دادیم. دکتر شرفکندی در نشستی که با سازمان ها و احزاب غیر کرد مخالف جمهوری اسلامی در برلن داشتن ترور شدن. ما بهای وحدت بین سازمان ها و احزاب ایرانی علیه نظام جمهوری اسلامی رو دادیم، ولی ما نقطه نظرات خودمون رو داریم، راه حل های خودمون رو داریم و روی این مسئله هم کار میکنیم و در آینده هم نسبت به آینده ایران بی تفاوت نخواهیم بود. الटरनेटिवی که بخشن ازش صحبت شده، من میخوام اینجا چون اتنشن میدیایی تا اندازه زیادی به خودش گرفته اینو فقط بگم، موضع حزب دموکرات کردستان ایران هست تحت قبول این واقعیت که ما فکر میکنیم احزاب سیاسی بایستی با هم دیگر الटरनेटिव رو درست بکنن. ما با منشور جورجتاون موافق نیستیم و فکر میکنیم به لحاظ زمانی در این پروسه عجله شد و به لحاظ زمانی بایستی گفتگوهای زیادی بین سازمان ها و احزاب مختلف میشد. بنابراین با اجازه شما ما در کردستان از مردم نمیخواهیم که از منشور جورجتاون پشتیبانی بکنند. این بدین معنی نیست که من اینجا اعلام جنگ میکنم، نه. این بدین معنی نیست که من اینجا به دنبال دشمنی با این و آن هستم، نه. ما خود در خود جامعه کردستان متحمل انتقادات بسیار زیادی شدیم در چگونگی تعاون خودمون با بقیه سازمان‌های ایرانی. در خاتمه مجدداً حزب دموکرات کردستان ایران همونطور که اشاره کردم در رابطه با چگونگی الटरनेटिव سازی جمهوری خواهی با شرکت گروه‌های اتنیکی، ملیت‌های مختلف در داخل ایران و تمام سازمان‌ها و جریان‌هایی که به دموکراسی، عدم تمرکز، جدای دین از دولت معتقد هستیم روش کار می‌کنیم و حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر مشغول یه گفتگوهای وسیعی هست با گروه‌های اتنیکی و ملیت‌های مختلف. مجدداً من از شما تشکر میکنم برای فرصتی که به من دادید. امیدوارم که این گفتگوها و این بحث‌هایی که با هم داریم بتونه در همچین پروسه‌ای ادامه پیدا کنه. تشکر مجدد.